با گذشت اینک 10 روز از حبس شوکرجان نکیموف، حقوقشناس معروف و معاون رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان، نزدیکانش طول نتوانستند برای حمایت از حقوق و منفعت‌های او یگان ادوکات بگیرند. یکی از دوستان شوکرجان حکیموف روز 22 ایول سال 2024 به پایگاه خبری بامداد گفت ادوکات‌ها اعتراف می‌کنند که از دخالت به پرونده‌های سیاسی می‌ترسند. نزدیکان شوکرجان حکیموف به چند ادوکات علاوه و کلگی‌های ادوکات‌ها مراجعه کردند، ولی در همه جا به آنها جواب رد دادند و گفتند از بس که پرونده او سیاسی است برای به دوش گرفتن پروندهش جرأت نمی‌کنند. گشت تقدیر رو ببینید که امروز یگان ادوکات تو برای حمایت از شوکرجان حکیموف که هم کسب خود آنهاست و همچون ادوکات در 10 پرونده های اساس اشتراک کرده است جرأت نمی کنند. گفت امصوبت بامداد. او افزود کرد چند در این مسئله چندان خوشبین نیست، ولی آنها تلاش ها را برای پیدا کردن یگان ادوکات مناسب و قوی برای حمایت از شوکرجان حکیموف ادامه خواهند داد. این دوست شوکرجان حکیموف که به دلیل های حساسیت مسئله به شرط ذکر نشدن نامش با بامداد صحبت کرده گفت نزدیکانش تا حال درباره بچه متهم شدن او یگان اطلاع ندارند، ولی افزود او سر و صداها درباره به پرونده غصب حکومت سید جعفر عثمانزاده ربط داشتن بازداشت شوکرجان نیز اساس ندارد. شوکرجان حکیموف روز 12 ایول سال 2024 برای بازپرسی به مقامات دعوت شد و دیگر برنگشت. او اینک 10 روز باز در سزای و بازداشتگاه واقع در حدود محله 46 نویه فردوسی شهر دوشنبه نگاه داشته می شود. خبر بازداشت این حقوقدان و سیاستمدار مخالف وقتی معلوم شد که او در مراسم دفن مادرش اشتراک کرده نتوانست. همراهان حکیموف و مادر شوکرجان حکیموف روز 16 ایول در سن 86 وفات کرد و او را عصر همان روز در قبرستان شهر بادام نماز جنازه و دفن کردند. مقامات تاجیکستان تا هنوز بازداشت این حقوقشناس معروف و سیاستمدار مخالف را یگان نفس شرح ندادند و ابنامه رسمی ضد او اعلان نشده نیز تا کنون در یگان جا نشر نشده است. ولی اخیراً سازمان‌های عمده مخالفین حکومت و چند تن از مخالفان سرشناس تاجیک که در خارج و اساساً در اروپا فعالیت دارند بازداشت شوکرجان حکیموف را همچون باز یک علامت دیگری برجسته سرکوب دیگراندیشی سیاسی در تاجیکستان به شدت محکوم و آزادی او را از مقامات دوشنبه طلب کردند.